ولی از توانشون خارج است، از قدرتشون خارج است. نمیشه این موج رو مهار کرد، نمیشه در این همه احساسات میلیون های انسان غلبه پیدا کرد. میشه آدم میلیون های انسان رو زندانی کند؟ ابدا. میشه تهدید بکند؟ ابدا. در مکتب عاشورا چیزی که بسیار پیش پا افتاده است مرگ است. مرگ در میدان عاشورا بازیچه بوده است، نه بازیچه بزرگان که بازیچه اطفال کربلا. و عاشوراییان هم اقتدا به عاشورای حسین کرده است. فقط چیز را که پذیرفته است و خیلی برایشان شیرین است مرگ است. خاطرتون جمع باشد، تا زمان زمان است و روزگار روزگار، حسین بر تارک زمان حکومت میکنه. به عنوان این که رعب ایجاد کند، وحشت ایجاد کند، مردم رو بترساند که ایها الناس، هر کس با حکومت مخالفت کند سرنوشتش این میشه. ولذا آنانی که علیه حسین علامت سؤال ایجاد میکنن باید متوجه باشند که انداختن خاکستر بر روی آفتاب است. آفتاب با خاکستر خیره نمی شود.豆豆你来真的 مرجعیت نوپاست از سال 1372 آغاز شده. آیت الله عظمای محقق کابلی رضوان الله تعالی علیه پرچمدار این مسئله بوده که ما هم در کنارش بودیم و الان از سال 72 تا حالا 34 سال میشه. یک نهادی که در افغانستان نوپاست، در جهان شیعه که نوپا نیست. ما بعد از ائمه معصومین نواب خاص داشتیم که 70 چند سال بیشتر زمان نبود. بعد از نواب خاص نوبت نواب عام است. یعنی 11 قرن است که ما مرجعیت داریم. ولی خب در حله بوده، بغداد بوده، نجف بوده، تاج فرمودین قم بوده، اصفهان بوده، شیراز بوده، مشهد بوده، اخیراً سوریه بوده. خب اما در افغانستان مرجعیت ما و شما نوپاست، به 35 سال نمی رسد. ولذا همه حساسند که این مردم چطور صاحب مرجع و مرجعیت شده. اینجاست که ما با یک دنیای حجمه گرفتاریم. دیروز مسئولین سایت به من خبر داد در همین ماه اخیر 1265 حمله علیه شما صورت گرفته. 1265 حمله علیه سایت شما صورت گرفته و به حمدالله همه حملات دفع شده است. باید بگم به شما 1000 حمله را دفع کردن، حملات سایبری کار ساده نیست. واقعا نیروهای فنی و نیروهای تکنیکی ما فعال هستند به حمدالله. همه این 1265 حمله رو در این یک ماه دفع کرده است، در حالی که در سایت دیگران چرا حمله نمی کنند؟ آخر ما جرم ما چیست؟ اگر مرجعیت گناه است، دیگران هم سابق مرجع داشت حالا هم داره، چرا به اونا حمله نمی کنیم؟ که فقط آمدید مرجعیت نوپای افغانستان رو هدف قرار دادید و در هر ماه 1265 حمله می کنید و ما به حمدالله تعالی همه رو دفاع کردیم و تا هنوز نتوانست سایت ما رو به هم بزنن و سایت ما به حمدالله از نظر امنیت به قدر قوی است که از سایت خامنه‌ای و سایت سیستانی هم قوی‌تر است و فضایشون به قدر وسیع است که اصلا لامحدود هست و این هم برای شما یک بشارت است. خب اون وقت با این همه مشکلات و مشغله ها یک بار جناب آقای محصل رو هم به دوش بکشم، منبر بقیت الله رو هم برم، مهدوی هم منبر برم، مدرسه هم منبر برم، خب بقیه کارها بماند. خواستم درد دل بکنم، یک مقدار به من رحم کنید،
کارم زیاد است، به کار خودم باید برسم، اونم کار شماست، کار من نیست. توجه فرمایید.